یکی از جذابیت‌های لندن که کمتر در موردش شنیدید وجود آکشن یا حراجی‌های مختلفه. منظورم همون حراجیاییه که یه نفر با چکشون بالا وایساده و با هر پیشنهاد قیمت بالاتر و بالاتر میره و در نهایت به بالاترین پیشنهاد خودش فروخته میشه. خیلی از این اجناس واقعا خاص و قیمتی ان و منحصر به فردن تو دنیا. خب میشه فهمید که آکشن‌ها هر سال افراد ثروتمند رو به خودش جذب میکنن و در نتیجه گردش مالی هنگفتی ایجاد میشه و البته به اقتصاد بریتانیا هم همه مدل کمک میکنه. سه تا از معروف ترین آکشن هاوس های لندن که اشیاء قیمتی میارن بونهامز، لات رود توی چلسی و سادیبیز که علاوه بر لندن توی نیویورک و دبی و یه سری کشورهای دیگه هم شعبه داره و آیتم‌های خیلی جذابی توش معامله شده. از جمله گردنبند پرنسس دایانا که اینو کیم کارداشیان برنده مزایده‌اش شده بود با قیمت حدود $202,000. کلا توی این آکشن هاوس‌ها یا معمولا جواهرهای خیلی گرون یا نقاشی‌های قیمتی فروخته میشه و گرونترین نقاشی که تا حالا فروخته شده این نقاشی معروفه که حتما دیدید با قیمت $120 میلیون. ماه دیگه یه آکشن خیلی معروف هست که من میخوام شرکت کنم و سعی میکنم براتون ویدیو تهیه کنم اگر که علاقه دارید و حالا شما بهم بگید که تجربه حضور توی این آکشن ها داشتید یا نه، علاقه دارید یا نه، در آینده دوست دارید که شرکت کنید یا نه. مرسی.